زن جوانی که تمام دوران نوجوانیش را در کشمکش با پدر منفی بافش گذرانده بود. وقتی برای اولین بار خانه را به مقصد کالج ترک می‌کرد، پدر او را تا جاده رساند. در طول مسیر، دخترک تلاش می‌کرد رابطه‌های جدید با پدرش بسازد. اما پدر تمام مدت در حال غر زدن درباره نهر پر از زباله کنار جاده بود. اما برای دخترک، نهر آنقدر زیبا و دست نخورده بود که هیچ زبالهایی نمی‌دید. او که از صحبت با پدر خسته شده بود، به بیرون خیره شد و سکوت کرد. سالها بعد، پس از مرگ پدر، او دوباره همان مسیر را طی کرد. حالا که خودش راننده بود، متوجه شد که نهر کنار جاده دقیقاً همانطور که پدر گفته بود، زشت و آلوده است و نهر دیگر همانقدر زیبا و تمیز که او قبلاً دیده بود. با اندوه گفت، هر کسی حقیقت را از زاویه‌های متفاوت می‌بینه. باید به دیدگاه‌های دیگران احترام بذاریم، چون ممکنه چیزی که می‌بینیم کامل نباشه.